سلام دوستانی نیکبین. و علیکم السلام. اکنون ما از پی سراغ نام ها شدیم. وقتی در خاندان طفل به دنیا می آید اولین چیزی که می پرسند جنس و بعداً اسم اوست. یعنی نام در حیات آدم خیلی اهمیتی کلان دارد و کس را از روی نام یا خود تخلصش می شناسند. پس گفتن ممکن است که موضوع نوبتیمان نیز خیلی شوق‌آور است، زیرا مردم علاقه عقیده جالب خود را در این بابت بیان کردند. ولی سراول متخصص را گوش میکنیم. بیا ها. البته نام این یک گویم سنت، یک عنعنه کهن بنیاد است که با خوشایندی، دلپسندی و شیوایی و معنای عمیق و دلکش و معنای چقور داشتنش با کودک با یک امید و آرزو نیت‌های نیک گذاشته می‌شود. برای همین که این یک جهتی علاقه تشکلیابی کودک در آینده همچون انسان کامل از نامش هم علاقه وابستگی دارد. فهمو. ولی در مسئله نامگذاری مسئولیت کی را اولین درجه گفته میتوانیم؟ پدر و مادران رو در خاندان ضرورت پیش می آید تا اینکه با کودکان نام‌های زیبا، دلپسند، خوشایند رو انتخاب کنند، از شخصان صاحب معرفت مشورت و مصلحت ها گیرند و باید که در اساس سنت و عنعنه‌های ملی دیرینه‌مون نامگذاری شود کودک. در وقت نامگذاری پیش از همه چی را باید به نظر گرفت؟ اون نام‌هایی که مردم می‌گروند و از تاثیر فیلم‌های سلسله فیلم‌های ترکی یا اینکه نام‌های عربی که در شبکه‌ها بسیار پهن می‌گردند و تفسیر خودشان را نیز معرفی می‌شوند، اینها البته با سنت و ارزش‌ها و عنعنه‌های ملی نامگذاری ما بیگانه هستند اکثرا. چون که ابو هریره برای مثال، ابو هریره یعنی این پدر گربه ها گفتنیگه. برای همین یا اسماء جمعی نام ها یا یاسمینه که روس‌ها همون یاسمین ما رو در صوتیات خود یاسمین نمیگوید. ما باید یاسمین، یاسمین، سومن، این نام های زیبای خوشایند و دلپسند تاجیکانه را انتخاب کنیم. پس چگونه نام ها را انتخاب باید کرد؟ هرچی کوتاه‌ترش رو انتخاب کنیم خیلی به مورد می شود، چون که تا حیات داریم اون نام رو به طور پرگی صدا می دهد، ما می شنویم و معرفی می شویم و ما رو با همون نام گویم ندا می کنند، مراجعت می کنند. معاشرت ما با همون نام خیلی دلپسند می‌گردد. فهمو. ولی در بابت نام یکدیگر را کوتاه کرده مراجعت کردن چی میگویید؟ این مسئله تشویش‌آور است؟ چرا تشویش‌آور نباشد؟ این خود ما را به بی‌فرهنگی می‌کشد. حالا که ما ببینید محتوای هستی ما، افتخار ما و ابرقدرتی هر ملت در زبانش، فرهنگش است، در تاریخ و تمدنش است. برای همین ما باید زبان رو که با این زبان ببینید ما آثار بیزوالی از قدیم الایام تا به امروز جهانی داریم. آثار بیزوالی که باید ما با اون در دایره اون معاشرت رو بین خود صاحب زبانان براه مانیم. آثاری که گویم بسیار بسیار همچون زبان ششمی جهان علم و زبان چهارم زبان کلاسیکی جهان محسوب می شود. برای همین ما رو تقاضا میکند تا با فرهنگ بلند حتی نه که صحبت رو در دوره زبان ادبی یا معیار ادامه دهیم، بلکه با نام‌های شکستنی و با نام‌های پرمعنی و درست خود را معرفی کنیم و معرفی شویم. سپاسی فراوان. پس چی باید کرد تا اینکه همگان این مسئله را درست درک نمایند؟ برای همین تشویق و ترغیب باید که در مؤسسه‌های تعلیمی چخیلی که گفتیم در برنامه‌های تعلیمی جا داده شود تا اینکه کودک حتی باغچره که به مؤسسه تا مکتبی می رود وای هم از معنا و از شرح نام خودش آگاهی پیدا کند.
باشد ما به کودکستان می رویم. هیچ مشکلی ندارد شرانه؟ سلامت باشی سلام شد. و اول از خردسالان می پرسیم که چی نام دارند، نامشان را کی گذاشت و آیا معنی نام خود را می دانند؟ نامتان چیست؟ نام من شکباز. نام من امین است. نام من انگوبین. نام من پرستو. نام من اردشیر می باشد. آفرین. نامتان به شما معقول؟ نامم به من معقول. نامم به من پسند است. نام به من معقول. من نامم را دوست می دارم. نامم به من معقول است. کلان شوید. شما می دانید نامتان را به شما کی گذاشت؟ نامم را به من پدرم گذاشتند. نام مرا مادرم گذاشت. نام مرا پدرم گذاشت. مادرم. رحمت به والدان و مربیانتان شیرینکان. خیلی شاد شدیم. معنی نام من به صبر و طاقت. معنی نام من شاه اردشیر شاه بود. معنی نام من عسل شیرین. رحمت بچم رحمت. در واقع این نتیجه مهنت والدان و مربیان باغچه است که کودکان الکی معنی نام خود را می دانند. یعنی مربیان نیز مهمیت موضوع را درک کرده و آن را به کودکان می آموزانند. بله در حقیقت این موضوع مهم است. در شرایط امروزه ما باید دقت جدی به همین که کودکان اسم کودکان از کجا سرچشمه میگیرد، چگونه نامگذاری کرده می شود و در رفت مشغولات ها نیز با مربیان اوید این مسئله کوشش میکنیم که همین در مشغولات های انکشاف نطق، در مشغولات های خویشتن شناسی با کودکان اوید معنای نام آنها چی معنا دارد و به آنها کی گذاشته است، چرا گذاشته است، در اساس چی همین را فهمانده دهیم. زیرا هر یک کودک این شخصیت است پیش از همه و شخصیت او از همین کودکستان آغاز می‌یابد. اگر ما خواهیم که شخصیت مکمل به وای رسانیم، پیش از همه باید از خردی در وی همین دانستن گیری زبانی تاجیکی ما آغاز می‌یابد از گذاشتن نام خود همون تربیت گیرنده. مگر فهمانیدن این همه به خردسالان دشوار نیست؟ آن مشغولاتی که وابسته شده است به موضوع، وابسته شده است مثلا همین فهماندن اسم‌ها، نام‌های یگان خود شخص‌ها باشد، آدمان باشد یا که خود نام‌های آنها باشد، ما باید اصول‌های گوناگون را استفاده ببریم. یعنی که با پیش از همه ما فهمانیم که نام آنها باید پورا گرفته شود. این تصدیق شده است که وقتی که به شخصیت مراجعت میکنی اگر هی گویی دقت او جلب نمی شود، وقتی اسم او را به زبان میاریم باید توجهش دیگرگونه می شود نسبت ما نسبت کلماتی که ما با آنها صحبت کردنی هستیم. فهمو. و در کودک نیز همین خیلی هست. وقتی که هی جاد به شین میگوییم و که با یگان حسیات بلند داد میزنیم کودک دقت نمیکنه و چقدر که ما داد نزنیم وقتی که اسم او را به زبان میاریم الکه توجه او به ما می شود و او کوشش میکنه که گوش کنه که ما چی گفتنی هستیم. و مشغولات ها نیز با واسطه بازی ها، مثلا وقتی که استافت بازی ها میگذرونیم، مثلا یکم یاسمین تو میستی، خورشید تو میستی، بعد از آن صفیه میستد، این معنی ندارد که اسم های آنها گرفته می شود، دقت آنها جلب می شود و بازی را دقت میدهند درست اجرا میکنند. سپاس به شما. اکنون میگذاریم به قسمتی نظرسنجی. میدونید من شما وقتتون بسیار نمیگیرم و از مردم میپرسیم که چی نام دارند. برای شما را تشویش دادم. محکم سلیموف. شاهنازه. دادر اکو خودت چی نام داری؟ نام من قربان سنت الله. شیرعلی. لطفیه. من سنت الله. من وظیف حسین. مهردی. جواب نمیزنید. انگارشت اومدیم. خبر مونده شده دیگه. خیلی مونده شد. نام شوجان. منیجه. شهلا. من بهزاد. فاضلوف میرزا ولی اکمالویچ. محمد. نام من شاهمودی. نام من حسن. ابراهیم. نام میلهم. شفا. انور. دینازه. دینازه. زکیه. پرویز. من انصار. نام ظفر. نور محمد. نام من سهراب. یاسمان. صبر جعفر. فرزانه. فاروق. نه من خود رجم. از شناسایی شادیم. حتی بعضی ها رو میشناسیم. واقعا نام های خیلی زیبا داره. ولی نامتون به شما پسند است؟ خرکو دیگه نام موندیان. موندیان هیچ ایواز کده نشود. اگه همه ما با همین نام میشناسند. محکم سلیموف. Очень. بله پسند است. بله. معقوله. بله. البته چی بانه؟ البته چی بانه؟ آه. Да. بله. بله. فکر میکنم بله، اگرچند جوان بودم میرزا والی نمیگفتند، کوتاه میرزا میگفتند.
لمای؟ خاک موندیا معقول منم معقول؟ آه نه سرسما شده بله یا بله اوه بله نوما ها نامتان البته معقول پدرم نگذاشته نوم بله معقول است نومی تاجیک است فارسی است بله البته 100%. بله البته نوما معقول سپاسی فراوان. معنایش را چی میدانید؟ اکو معنیش همین که اکمو در اوله خودی هستیم، یعنی که کنجگی میگن به قبلی روزا از می خاطر محکم، یعنی که تمام جنبه است. برای همین محкам این نامی ما. Да, значение знаю, это царский каприз. Да, и чуть-чуть соответствует моему характеру. Сунатло, яъне аз فهمانیدن دشوار؟ фаҳмондан камтар душвор аст. معنایش اینه که نه معنایش نمیدونم. چی؟ Благодарствую. معنایش سنت است. Ну, конечно. حسین این نامی زیبا با عقل با معنای کمتر جمله پراتره و شکر یادم رومد نگیم رسیده. بله البته مهر داشتن مهر بدین موندن مهر دین بله شوی جهان معنایش رو نکنه نمیدونم. بله چشمون زیبا. روز؟ آخه بهزاد موندگی با یکی از رسم‌های دور خودمون بهزاد کمال‌الدین بهزاد بود. میدونم که پیغمبرم پدر و مادر هم موندگی بودن. ایروی چیزی ایروی هم کتابایی که آدمایی که بزرگ بودن ایروی هم مادر موندگی بودن. نه مقصد این نامه پیغمبرانه. میدونم. الهام. آنی که الهام دارد یا خود الهام میبخشد؟ الهام میبخشد تو. نه. معنایش شاید روشنایی ماه نور و همین معنا ده. هوشیار. معنایش به فکرم یک نه اون کامل نمیدونم به طور کلا. میبخشید. من شما رو میفهمم. ظفر یعنی خوشبختی واسه کامیابی ها غالب آمدن. نوری محمد یکی از قهرمان‌های شاهنامه سهراب. از کتاب ها گرفته شده است و معنای این نام گل می باشد، گل سفید خوشبو که در بلندی ها در قطار کوه می روید، در موادهای آرایشی و سر استفاده است. از این گل ها بسیار گیاهات و چای های با لذت آماده می کنند. خیلی من خورسند. اگه سایبرود با خاک مرود و مثال بچی آرزویی که چرک برای جمعه عمل کشن. عاقل دانا دانشمند. آخ شروعه. بله میرزا یعنی که شاهزاده یا میرزایی که دبیری میکنه یعنی که امروز پرس سکرتر میگن می نویسن. رحمت، شما میدانید نامتان را به شما کی گذاشت؟ مادر؟ دедушка. падарам ва бобоям ин номро мондан барои ман. بابایم مادر و پدرم. پدر مادر. مادرم. نام پدرم راستش که نمیدونم کی نام مونده. بابام گذاشتم. مادرم. خاله کلونیا. همه فکر که پدر موندگی. میرزا ولی پدرم نام مانده. بابام. مادرم بخیرم. این رحمتی بابا کلونا. بابام. پدرم. مادر جانم. پدرم. نمیدونم واکو در سن خردسالی نامت را پدرت میگذارد یا مادرت میگذارد. وقتی که بزرگ شده سر عقل آمده گفتن که وقتی که شما در تولدخانه به دنیا آمدید دکتر نام شما را گذاشت. شما افتخار کنید. من از این چیز بیرید حاج شدم. پدر مادر گذاشته این نام از روی اونه که در زمان خوردی من میپوزم با حالم اما کی مادرم. این نام را مادرم با یک مهر و صمیمیت بلند گذاشتند. پدر موندگی. مادرم. پدر موندگی. این نام مادرم. رحمت، خیلی خوب. در مسئله نامتان باز یک سوالی جالب داریم. شما را نزدیکان، عموما دوستان و پیوندان چی میگویند؟ اکرم شما میگوید که من هم سفر میگفتم تموم. پدر مادر محکم جان، اپا و خواهر محکم جان. Друзья Шахноза, Шахноз, Шаха, вот так вот. Сунатулло гуфта фарёд мекунад. نامم رو بله. شیرالی میگه. میخوایم لطفیه میگم. سنت‌الله گفته فریاد میکنه. دلناز بسیارتر. نزدیکا حسین میگم بعضی وقت حسین بابا میگم که از سردار شوبمان
همیشه نام میبرم با شوخی با وای کده صدام حسین میگن چی میگه مهردین شاهجهان میگن خیلی شهلا نام میگیره بهزاد نام میکنن میرزا ولی میگن میرزا میگن تخلص هم دارم آقا خیاطی میگن یعنی که از جوانی هنرمندی خیاط بودم یعنی درزی حال میگن یا لقب داره یا تخلص راست میگه همه اینجا تخلص داره لقب داره اگه شموجی میگن بعضش شاه میگن سری نام گرفتد فرود میکنن ابراهیم بسیارتر اکا میگنده الهام اکا میگن مانیا چی گفتم؟ Да, Маниша, Маня коротко. شیفو شیفوچه انور پرویز انصاری ظفر نور محمد سهراب بعدش سهراب جان بیشتر یاسمین میگویم با اون خاطر که در کینو فیلم ها بیشتر همین با نام یاسمین دختران را نام میبرند و نام یاسمین باشد بیشتر به من معقولتر است نسبت به نام یاسمین که خیلی از جهت نامگذاری باشد در حجت های رسمی هم یاسمین که است خرسندانه قبولش کرده ایم. در زمان ما همین نام یاسمین بسیار معمول شده ایستاده است. کوتاه کرده فرح اکای فرو دوستانم نام نمیگیرن فامیلی هم میگیرن رجب خوابزاده میگن رحمت تشکر برای حقیقت گویی. اما باز یک سوال به خود شما کدام نام ها پسند است؟ اکو نام های زیبا بسیار است از جمله من رستم انا سهراب غیاس‌الدین انا خیلی دی نامو بسیار نامو زیبا بسیار از نامو کتابی بسیار است Мадина, Малика, Нигина, Нилуфар. Нигина, Малика, Фируз. محمد علی کرامت الله اینها برادران من هستند برای همین نام‌های اینها به من خیلی مخصوص است محمد علی جان روزی بسیار نامای خوش است سمیه صفیه هم خواهم نوزه دلشاد بهروز نگروز بسیار نام هستند نامای زیبا است فیروزه نگاره دیگر نام ها همه نام ها معقول وقتی که اون معنای زیبا داره دلیر افسرا اینو منوچهر رستم اینو مهربان باز خوشبخت لفروز زیبا پریوش محترم نیسو چون که زیبی زن ها میگوین زیبا زیبی زن ها برای چه این نام ها نامبر کردن چون که این معنی خود رو داره بهرام است بهروز است جونی بیک امیر بیک جورا بیک میسور الهام بیک خیلی نام بسیار معقول خیلی نام های بزرگ نقص همیشه همه نام نقص شیفا مهرونه نوزنی این برای من واقعا اهمیت ندارد شکران خوشبخت مهرآور نام‌هایی که با من خیلی پسند هستند عبدالله من بسیار دوست می‌دارم این نام‌ها رو یگان نام نامعقول نیست در دنیا با فکر ما هر کس با همون با فرزند خود در نام مناسب میموند با همون با خود دل خودش با خودش معقول با آرزوی خود میموند این خدمت خب هر نامی که معنی خود دارد به من به حد معقول است سهراب و رستم و فریدون و فرشاد و نورشاد و خورشید و هر نامی که یعنی چی میگن معنی دارد نامی خوب است به من پسند است بیشتر به من نام‌های تاجیکانه معقول است و همچنین نامی بانو نیز معقول است برای اینکه نامی بانو این نامی مادرم میباشد شهریار فرخنده فرانگیز فخریه فریدون همه خیلی نام‌ها معقوله فهمو می نداریم که وقتی خود را دریغ نداشته به سوالهایمون پاسخ گفتید در برنامه اشتراک کردید و برنامه ما را باز هم رنگین نمودید. اینجا پرسکاوی نوبتی به آخر می رسد. به هر یکی شما سربلندی خانه آبادی تمنا می کنیم. خیر دوستان. تو دیدن خیر